والله العظیم از روز اول جنگ تا الان من یک روز ناامید نشدم. همون روزی که خبر می آمد که فلان نقطه استراتژیک مهم رو که مشرفه بر فلان پادگان و فلان جاده و فلان منطقه است الان که عراقی‌ها بیان بگیرن یالا یه عده بلندشن برن، که غم تظاهر میگرفت، همون وقت والله من ناامید نشدم. یعنی مطمئن بودم و امیدوار بودم که آینده مال ما، و بعد هم حوادث همین رو تایید کرد و نشون داد و الان بیشتر از همیشه میدونیم و امیدواریم که آینده مال ما. من به شما عرض میکنم ان معی ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیاندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه‌های مختلف و از جهت‌های مختلف به کار میبرن و حملاتی که میکنن که بعضی خیال میکنن ما محاصره شدیم، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.